دوستان عزیز قرار داریم در شهر سرخ خونه اعظم جان یک این طرف بیه. درباره همین درختاتون ببینیم که من سیب رو دیده استودم در تنش بر نوک است. درباره همین گپ زنید. یعنی یک شاخش نوکای 5 نمون دیگه سیب داره. در یک درخت یک شاخش نوک زدید و 5 دیگه سیب زدید. 5 سورت سیب دیگه. این نوک چه باشد کنه یک تاشو انامینشو کنه انامینشو کنید. نوک بهترین. بیت بسم الله الرحمن الرحیم. این نوک را از کجا آوردید شما اینقدر نوکای بازی بخشو؟ یعنی فیض‌آباد داره. نوکای فیض‌آباد؟ فیض‌آباد. نوکای وطن ما. وطن. من یک تا خوردم دوستان عزیز در کبو میخورم. باور کنید نه این یک راحتی جان نوک شده است. نبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. این از پختن گذشته است لیکن لبوی آدم از شیرینی نمیچسبد. نبینید. این 3-4 نمون دیگه سیب. این گذشته است میه الکای. گذشتگی قندق نشون میده. خیلی بود. گیر بگیر بود. سیب است. سیب است. دوستان عزیز حاضر درباره نوک ما گپ زنم برایم انجیر ده. این نوک در سیب پیوند کرده شده است. من حتما از این نوک میبرم چون که هر یک خانه باید از این نوک داشته باشد. این نوک با مزگش بشه شیرینیش رو ببینید. این انجیر روی قبضی صبح بستگی کنی یک انجیر تیر نده. بسم الله الرحمن الرحیم. انجیر ترکیه انجیر ترکی. خمر شیرین این مایده مایده ها؟ مایده شای. نه ها این طرفش یک درخت دو درخت می پیوند کردگی. 3 نمود داره. 3 نمود انجیر در یک درخت. آفرین شما ده کنی نشان تیر منده. این یک نمودی دیگهش. این یک نمود دیگه. بس کنی گیری. ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. گلوسوز انجیر گلوسوز. این بود دیگر. این زردی کلچه. در یک درخت 3 نمود انجیر است. نبینید. همه گنجشکا خورده رفتن نه؟ زنبورها و گنجشکا خورده رفته استودن داخل این را. دوستان عزیز این اعظم جوری ما مرد هنر بوده است. اینقدر میوه ها رو با یکدیگر پیوند کرده زیاد کرده است. اعظم جان دست شما درد نبیند. خلق چی سخنی خوب داره در حق اعظم جوری ما گپ زنید.